Alphonse Capone was America's first superstar gangster. او مسئول یکی از خونین‌ترین عملیات تاریخ مافیای جهان است. کشتار روز ولنتاین. Al Capone is arguably the only gangster at the time who could murder 7 of his opponents in broad daylight in one of the most audacious hits at that time in gangster history. در میان عناوین خبری اهمیت واقعی کار کاپون کمتر شناخته شده است. He became the face of organized crime in America, and naturally the federal government had to come in and bring him down. خودستایی کاپون زمینه را برای یکی از مخوفترین دوره‌های تاریخ دنیای جنایتکاران آماده می‌ساخت. اما این نقطه ضعف او بود، نه قوتش، که درسی را به گروهی از مهاجمان مافیا می‌آموخت که فراموش نکردند و آنها را در مسیر تبدیل شدن به هویت واحد و قدرتمندی قرار داد که ما اکنون با عنوان مافیای آمریکا می‌شناسیم. این داستان واقعی آل کاپون است. (1924) شیکاگو. در حومه شهر سیسرو، جوزف کلنا، شهردار شهر، با جمعی از گزارشگران صحبت می‌کند. پشت سر او مردی ایستاده که مسئولیت امنیت انتخابات او را که یکی از اعضای گروه جنایتکاران است بر عهده دارد. آلفونس کاپون. Al Capone realized that part of the secret to power was to control local governments, which he did by bribing officials. He controlled a local mayor, Joseph Klena, whom he considered his guy who was duty-bound to obey his orders. اما کاپون خوشحال نیست. شهردار به پیام او گوش نکرده و به طور غیرمنتظره علیه محل فروش غیرقانونی اجناس قاچاق که پایگاه امپراتوری جنایی کاپون است صحبت می‌کند. او نمی‌خواهد چنین رسوایی بزرگی اتفاق بیفتد. So he and the mayor were standing on the steps of City Hall, and they had some kind of argument, so Al just whipped out the blackjack. He literally kicked the mayor down the steps to show publicly this is what happens to people, even politicians, who defy Al Capone. رؤسای دیگر مافیا شهردار را نادیده گرفتند، اما کاپون نه. در این بخش از شهر شیکاگو او از هیچ کس هراسی ندارد. به جز او چه کسی میتواند جلوی چشمان پلیس شهردار را کتک بزند و سپس از آنجا دور شود؟ به قدرت رسیدن کاپون در شیکاگو در سالهای ممنوعیت الکل آغاز شد. در 1919 دولت ایالات متحده آمریکا فروش مشروبات الکلی را غیرقانونی اعلام نمود. در آن زمان فروش آبجو و ویسکی هم جرم محسوب می‌شد. تا آنکه یک نیویورکی جوان به نام آل کاپون وارد شهر می‌شود. این مرد جوان آمده بود تا برای رئیس باندی به نام جانی توریو کار کند. توریو در حال ایجاد یک کسب و کار موفق بود. او مشروبات الکلی را به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد می‌کرد و در اختیار مردم شیکاگو قرار می‌داد. توریو یکی از گنگسترهای آمریکا بود که با اطمینان از اینکه دوران خوب همواره ادامه دارد، ثروت فراوانی به جیب زد. مکانهای فروش غیرقانونی توریو مشروبات وارداتی او را به مردم تشنه لب شیکاگو در جنوب شهر می‌رساند. Prohibition was a complete failure in big cities like New York and Chicago. And Chicago already had a reputation for having a corrupt government and a thriving underworld, even before Prohibition.
و شیکاگو محل مناسبی برای این فرصت ناخواسته جنایی شد. Chicago became the quintessential prohibition city because of its location. It was close to Canada, just across Lake Michigan. That meant that booze could freely come into the city as an entry point. گنگسترهای مانند توریو خیلی زود متوجه شدند که در تبدیل قاچاق و فروش مشروبات الکلی به یک کسب و کار ماهرانه درآمد فراوانی وجود دارد. تشکیلات توریو در شیکاگو به یکی از بزرگترین سازمانهای قاچاق شهر تبدیل شد و رشدستری این کار به این معنا بود که توریو همیشه به دنبال افراد باهوش و استعدادهای تازه است. ورود آلفونس کاپون به این کار و خشونت و استعداد این مرد جوان باعث شد توریو متوجه شود که او بسیار سریع پله‌های ترقی را طی خواهد کرد. He quickly identified Al Capone as a promising up-and-comer and a protege and gradually let Al Capone have more and more responsibility. اما موفقیت توریو باعث شد برای باندهای رقیب هدف اصلی باشد. یک شب در کمین جانی توریو به انتظار نشستند و سپس وقتی شکار رسید چندین گلوله به گردن و پاهایش شلیک کردند. کسی که او را از پای درآورد گنگستر بدنام جورج باگز موران، یکی از رقبای تبهکار او بود. باگز قصد داشت به سر جانی شلیک کند، اما با اینکه توریو منتظر مرگ بود تیرهای باگز خطا می رفت و گلوله هایش تمام شد. موران توریو را رها کرد تا از خونریزی بمیرد، اما به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند. این حمله تأثیر عمیقی بر روی او گذاشت. Johnny Torrio is almost murdered in front of his own apartment and he decides enough is enough. توریو مطمئن بود که شیکاگو دیگر جای امنی برای زندگی نیست. بنابراین تصمیم گرفت زندگی خود و کاپون را تغییر دهد. While Torrio is recovering from his gunshot wounds, he turns everything over to Al Capone, his former protege. And Capone, of course, is delighted by this. توریو یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مشروبات الکلی را از خود بر جای گذاشت و اداره کل تجهیزات شیکاگو را به آل کاپون سپرد. کاپون تنها در 26 سالگی با ثروتی به ارزش میلیون‌ها دلار یکی از جوانترین رؤسای مافیای آمریکا بود. او خیلی سریع در دنیای تبهکار شیکاگو جای خود را باز و نام خود را مطرح کرد. Capone is a very ruthless individual, a very violent individual. He came from a very poor background, realized very quickly that, the only way to get to the top was through, violence. کاپون با رشوه دادن به پلیس، ترساندن سیاستمداران و تهدید رقبا راه خود را هموار کرد. کاپون بسیار زود از رقبای معاصر خود در شهر ممنوعه دیگر یعنی نیویورک سبقت گرفت. گنگسترهای جوانی مانند مایر لانسکی و فرانک کاستلو. در واقع تنها کسی که میتواند با او پیش برود جوان باهوشی به نام لاکی لوچیانوست که همچنان قصد دارد به عنوان یکی از مهمترین نامهای تاریخ تبهکاری در آمریکا باقی بماند. The two great contemporaries was Al Capone in Chicago and Charles Lucky Luciano in New York. لاکی لوچیانو سرکرده یکی از باندهای بزرگ نیویورک بود، اما روش کاری او با کاپون بسیار متفاوت بود. There was an immense difference between them. Luciano did not look for the spotlight. He wasn't interested in attention. He knew secrecy was his best safeguard.
در حالی که موفقیت کاپون بر پایه ترس و ارعاب بود، لوچیانو اعتقاد داشت که خشونت منجر به درگیری می شود. His cardinal object was to be no wars between the families. حمله به رقبا در خیابان موجب دردسر بیشتر و انتقام طرف مقابل و توجه ناخواسته پلیس می شود. اگر اعضای مافیا می توانستند با هم کار کنند بیان که توجه پلیس را جلب کنند، پول فراوانی به جیب می زدند. He wanted no hits and no headlines. If there was bloodshed, the body shouldn't be found. All he wanted was everyone should share the wealth. اما راه لوچیانو با کاپون فرق داشت. او دوست نداشت با دیگران کار کند. میخواست شیکاگو فقط مال خودش باشد. کسی که مانع رسیدن کاپون به عنوان سلطان دنیای تبهکاران شیکاگو است، کسی نیست جز جورج باگز موران، گانگستری که باندهای خلافکار شمال شهر را اداره می کند. He thought he had to eliminate the Bugs Moran gang so he could be, if you want to call it, the boss of bosses. No competition in Chicago. کاپون و موران در آستانه یک جنگ خشونتبارند. The two of them became rivals for a criminal empire. Only one of them could possibly survive what was essentially a fight to the death. باند کاپون یک سری حملات را به شبکه موران انجام می‌دهد. و موران نیز آنها را بی جواب نمی‌گذارد. شیکاگو هرگز چنین خشونتی را به یاد ندارد. مطبوعات با کمی اغراق این اختلافات خونین را جنگ آبجوی شیکاگو نامیدند. اینک کاپون در حال تبدیل شدن به قدرتمندترین گانگستر مشهور آمریکاست. کاپون هرگز نمیخواست یک رئیس مافیای گریزان باشد که در خفا کار میکند. او هتل 5 ستاره متروپول را در مرکز شیکاگو مقر فرماندهی جدیدش بنا می‌کند. کاپون کل بازار را با مشتریانی که مرتب آن سر می‌زدند تصاحب کرد. The Metropole became a kind of unofficial city hall in Chicago. Everybody knew where they could find him, or somebody who knew him. He was accessible. That was very unusual for a gangster. And he loved to see and be seen wherever he went. And he wore very conspicuous clothes. His suits were kind of an electric blue or electric purple. So he was a peacock, and he loved to show off. کاپون به قانونگذاران محلی رشوه میداد، به طوری که راحت و آزادانه و بدون ترس از دستگیر شدن موقعیت خود را اعلام میکرد. او میخواست مردم چهره الکاپون را بشناسند. Capone loves his notoriety, that he loves being seen as the bad guy. And he sort of plays this up, that, you know, the way he looks, the way he dresses, the way he acts, he's almost like a Hollywood imitation of a gangster in many ways. He was a huge personality. He would go into a nightclub, he would go into a restaurant, and he would have to sit in the center of the room so that everybody would know that he was there. در حالی که کاپون در شیکاگو از خودنمایی و در صحنه بودن لذت می‌برد، تیترهای خبری روزنامه‌ها باعث ایجاد هراس در نیویورک می‌شود. Rivals like Lucky Luciano were appalled by this behavior because they felt Capone was just attracting attention to their illicit activities. They wish he would just stop and go away and let them continue without benefit of all this attention. لوچیانو و سایر رؤسای همانند او به خودنمایی علاقه‌ای ندارند. آنها می‌خواهند کارشان را در خفا و دور از دید عموم انجام دهند.
عدم تمایل لوچیانو که دیده نشود از سالهای می آید که به عنوان یک گانگستر جوان برای یکی از بزرگترین گروه‌های مافیایی دوران خود کار می کرد. مردی به نام آرنولد راتستین. In New York, Arnold Rothstein was essentially the founder of Organized Crime, Inc. Numero uno. Number one, the big man, the big bankroll, the guy who puts everything together. لوچیانو دیده بود که رانستین چگونه در سالهای اولیه ممنوعیت بزرگترین عملیات قاچاق مشروبات الکلی را اداره می کند و او این کار را در خفای کامل انجام می داد. رانستین به لوچیانو آموخته بود که چگونه با جریان جامعه همسو شود، چگونه خود را مانند یک تاجر جا بزند و مانند یک گنگستر خودنمایی نکند. لوچیانو از راتستین آموخته بود که برای موفق بودن در عملیات مافیایی میبایست دور از دید مردم بماند و همانطور که او و سایر گنگسترها در نیویورک برنامه خود را برای توسعه باندشان در خفا انجام میدهند، میخواهند کاپون هم از سرفصل خبرها محو شود و در انظار دیده نشود. اما قهرمان شیکاگو قرار نیست به این راحتی از صحنه خارج شود. مبارزه کاپون و موران همچنان ادامه دارد. در 20 سپتامبر 1926 الکاپون در محل مورد علاقش در هتل هاتورن در حاشیه شهر شیکاگو در حال غذا خوردن است. طبق معمول کاپون در دسترس دید همگان است و دوست دارد دیده شود و رقیب هوشیارش باگز موران از فاصله خیلی نزدیک او را زیر نظر دارد. They sent carloads of gunmen out there to blast Capone. مردان مسلح او را به رگبار می‌بندند. محافظ او فرانک ریو کاپون را به زمین انداخت تا از او محافظت کند. هزاران گلوله در عرض چند دقیقه شلیک شد. Bullets and glass went flying and Capone realized how vulnerable he was. در کمال تعجب کاپون زنده ماند و اکنون هر لحظه بیشتر و بیشتر به فکر انتقام است. اکنون نبرد آبجوی شیکاگو در آستانه تبدیل شدن به سرفصل عناوین خبری سراسر ایالات متحده آمریکاست. Capone's philosophy was kill and then worry about the consequences. It was a war zone. They didn't use the word terrorism, but gangsters were certainly terrorizing the city, and it was seen as a national crisis. جنگ تا سال 1929 شدت داشت تا آنکه کاپون تصمیم گرفت یک بار برای همیشه به آن خاتمه دهد. وقتی باگز موران از یک فرد ناشناس اطلاعات مخفیانه ای را دریافت کرد تا یکی از بارهای دزدیده شده مشروبات الکلی قاچاق کاپون را بخرد، به صرافت افتاد که این بهترین موقعیت است تا او را از دور خارج کند. موران به کارکنانش گفت که روز 14 فوریه، روز ولنتاین، معامله را در گاراژ مخفی خود انجام دهند. یاران موران صبورانه منتظر رسیدن بار بودند. اما قبل از اینکه محموله برسد، یاران باگز توسط ماموران پلیس غافلگیر می‌شوند. به نظر می‌رسد یک نفر آنها را لو داده است. باند موران نگران نیستند. آنها معمولاً سکوت پلیس را با رشوه می‌خریدند. اما این گروه از افراد پلیس را نمی‌توانستند بخرند، زیرا آنها ماموران اجرای قانون نبودند. آنها پلیس‌های باند طرفدار کاپون بودند.
He had one of his chief assassins put together a plan to eliminate as many of the Bugsborn gang members as possible. The assassins pretended to be policemen, had the gangsters line up against the wall, pretending to frisk them. افراد موران خیلی دیر متوجه شدند که این حمله پلیس نیست بلکه یک تله است. Capone decided to stage a massacre, but he didn't want to do it himself. He wasn't going to stand there with a machine gun and spatter people with bullets. He was much more likely to hire dangerous gunmen to assassinate somebody than to do it himself. در عرض چند ثانیه گروه موران همگی در خون خود غلتیدند. تصاویر این صحنه تکاندهنده در سرتاسر آمریکا پخش شد و این همان حمام خونی بود که برای همیشه به عنوان کشتار روز ولنتاین در یادها مانده است. کاپون برای آنکه از هر جهت آسوده باشد که کسی قصدها را به گردن او نخواهد انداخت، در همان زمان در دفتر یک وکیل مدافع حضور یافته بود. او مطمئن بود که بعد از این حادثه و با کنار رفتن موران، شیکاگو در بست در اختیار او قرار خواهد گرفت. If Moran is dead, Capone realizes he's won, that he has sole control of the rackets in Chicago, and he's the top dog there, and it means that he's immensely wealthy. In today's dollars, he would be a billionaire. اما خبر رسید که موران در میان آن 7 جسد کف گاراژ نبود و او هنوز به صحنه تیراندازی نرسیده بود. او وقتی اتومبیل پلیس را در بیرون دید به سرعت از آنجا دور شد. دشمن درجه یک کاپون هنوز زنده است و کاپون متوجه شد که کشتار ناموفق روز ولنتاین افراد قدرتمندی را به لیست دشمنانش افزوده است. در حالی که کاپون و موران در انظار عمومی بر سر تصاحب بازار شیکاگو مبارزه می‌کنند، در پشت پرده گنگستر آینده لکی لوچیانو در حال برنامه‌ریزی برای یک توطئه دست جمعی به منظور حفظ قدرت خود در نیویورک است. هدف او این است که به این درگیری‌های داخلی خشونت‌آمیز پایان داده و کار مقامات دولتی را راحت کند. این یک انقلاب در دنیای تبهکاران است. در حالی که کشتار کاپون در عناوین خبری هنوز تازه بود، لوچیانو و سایر گنگسترهای نیویورک در اتلانتیک سیتی یک کنفرانس تشکیل دادند. A lot of what they wanted to talk about at the Atlantic City Conference is how do we do this in a manner where not everybody ends up dead? How do we do this in a way that doesn't draw the attention from the authorities? نقشه واقعی این است که درگیری را از سطح خیابان‌ها جمع کنند و به مافیا مانند یک کسب و کار حرفه‌ای چهره‌ای معقول بدهند. اما این روش نمی‌توانست در مورد کاپون عملی شود. بنابراین لوچیانو و سایرین تصمیم گرفتند رو در رو با او صحبت کنند و گرداننده خشن شیکاگو را به کنفرانس اتلانتیک سیتی دعوت کنند تا با مذاکره مسائل را حل نمایند. Other gangsters, either in Chicago or in New York City, they were a little wary of him because they did regard him as a bit of a loose cannon, and they really didn't like his publicity-seeking personality. کشتار روز ولنتاین در ذهن همه تازه بود. شاید کاپون دوست داشته باشد در کانون توجه قرار گیرد، اما لوچیانو و اعضای دیگر مافیا عواقب جدی و شدیدی را پیش بینی می‌کردند. It was very rational for racketeers. As much as people think that they're these big tough guys who are afraid of nothing, they're very afraid of the government. And the last thing they want is to bring down the full force of the United States government on them. لوچیانو به همراه گنگسترهای دیگر از کاپون خواستند تا روش خود را تغییر دهد. کاپون به تصور اینکه رقبای او قصد دارند راهکارش را مشخص کنند، بسیار عصبانی شد.
به زودی مشخص شد که باید به حرفای لوچیانو گوش میداد. همانطور که لوچیانو هشدار داده بود، کشتارهای خشونتبار کاپون توجه مهمترین شخصیت آمریکا را به خود جلب کرد. There was a new president, Herbert Hoover, and his first thing was he was confronted by headlines from coast to coast about this massacre and about these outrageous activities in Chicago. هوور یک نیروی ویژه با یک مأموریت مهم تعیین کرد. هرچه زودتر کاپون را دستگیر کنید. The St. Valentine's Day Massacre marked a turning point and the beginning of a concerted federal effort to get Capone, i.e. get him behind bars some way. لوچیانو و سایر خلافکاران سعی کردند به این بلوای عمومی که کاپون شروع کرده بود خاتمه دهند. آنها با روزنامه‌نگاران دیدار کرده و اعلام نمودند که باند کاپون در شیکاگو منحل خواهد شد. این داستان فقط یک بلوف بود تا هرچه بیشتر او را بترسانند. اما کاپون می‌داند که این داستان هم یک پیام است. صبر گروه‌های دیگر هم به سر آمده است. وقتی دولت آمریکا و مافیا علیه او دست به کار شدند، وقت آن رسیده بود تا کاپون دست از مقاومت بردارد. حرکت بعدی کاپون اما همه را شگفت زده کرد. او امنیت را در جایی یافت که هیچ کس انتظارش را نداشت: زندان. او حتی به افسران پلیس رشوه داد تا او را به زندان بدنامی در فیلادلفیا بفرستند. مکانی که او شرایط را با اوضاع معمول متفاوت می‌دید. His stay in the Philadelphia penitentiary was more like a stay in a hotel or a rest cure. People waited on him hand and foot there. Everybody was corrupted and he had a very easy time there. It was relaxing. این دوره زندان در واقع بخشی از یک معامله با لوچیانو و اعضای دیگر مافیا بود. کاپون با هزینه دولت آمریکا به زندگی مرفه خود ادامه میداد. اما در شیکاگو مقامات فدرال نقشه‌های دیگری برای کاپون داشتند. اخبار روز در سرتاسر کشور نشان می‌دهد که مأموران اجرای ممنوعیت مشروبات الکلی تمام امپراتوری کاپون را هدف قرار دادند. این گروه توسط الیوت نس، افسر خوشتیپ و جوان، گلچین و اداره شده است. نام مستعار این گروه دست نیافتنی‌ها یا untouchable بود و خیلی زود مشخص شد که کاپون نمیتواند آنها را با پول بخرد و وادار به سکوت کند. The agents who were sent to Chicago to get Capone weren't bribable. They were paid by the federal government and they had a different allegiance, a different loyalty. They weren't locals. And this made a big difference. الیوت نس و گروهش برای پیدا کردن محل انبار محموله‌های غیرقانونی مشروب از سیستم‌های ردیابی استفاده کرده و سپس به انبارها حمله می‌کردند. نس از علاقه کاپون به دیده شدن بر علیهش استفاده کرد. او به خبرنگاران روزنامه‌ها گفت که به دنیا نشان دهند که حتی الکاپون هم بالاتر از قانون نیست. در ضمن وزارت دارایی وضعیت مالیات کاپون را مورد بررسی قرار داد. در سلول زندان فیلادلفیا مردی که عاشق تبلیغات و دیده شدن بود به خیلی چیزها میرسد، اما این کاری نیست که او به آن عادت داشته باشد. بعد از 10 ماه زندگی در پشت میله های زندان، کاپون بزرگ به طور مخفیانه توسط مأموران زندان فرار کرد و به شیکاگو بازگشت. سپس متوجه شد که دولت او را متهم به فساد کرده است و شهرتش را از بین برده. الکاپون دیگر سلطان شیکاگو نیست. در حال حاضر او دشمن شماره 1 ملت به حساب می آید. حرکتی که از کاپون انتظار می رود کنار کشیدن است، اما او نمی تواند در مقابل افکار عمومی مقاومت کند. بنابراین تصمیم گرفت برای جلب حمایت دیگران یک مبارزه دوستانه در دفاع از خود به راه بیاندازد.
He's a publicity hound. He loves, being in the spotlight. He loves seeing his picture in the newspaper. No publicity is bad publicity. کاپون کمپین دولت برای متوسل شدن به مردم را تلافی کرد. Capone decided to improve his public image by opening a soup kitchen. Many of the working men who were his people were out of work, so he wanted to play the Robin Hood figure. But not only that, he wanted newsreel cameras to come and see him feeding the working people. کاپون میگوید خلافکاران واقعی تقلب کنندگان بازار سهامند، نه افرادی مانند او. اما داستان واقعی همیشه در مورد الکاپون است. Capone was a narcissist to the extent that he had a distorted impression of reality. So he saw himself as the center of almost anything that was going on, and he felt that he was a force for good in the world. شاید کاپون خود را یک مرد متشخص می‌دانست، اما دولت آمریکا برخلاف آن فکر می‌کرد. مأموران فدرال با سخت کوشی مداوم در رابطه با فرار از مالیات یک شکایت مستدل علیه او مطرح کردند. Capone was immensely rich. In today's money, he was worth billions, and he didn't pay his taxes. پلیس گاف صندوق خصوصیش را به زور باز کرد. He liked to keep records of what was coming to him to make sure he wasn't being cheated. So finally they had the goods on him. Facing trial on income tax evasion, Al Capone finds an aroused government ready to put him behind bars. محکومیت کاپون به سرفصل عناوین خبری باز می‌گردد. اما این اتهامات کاپون را نگران نمی‌کند. حسابداران او می‌توانند معامله کنند. When he found out he was under investigation by federal auditors, he wanted to cop a plea, make a plea bargain, admit that he had not paid taxes for several years. He offered the United States government $1 million to take care of his back taxes, but they wouldn't take that. حتی وقتی او را به پای میز محاکمه می بردند مطمئن بود که نجات خواهد یافت. سلطان شیکاگو اکنون برای فرار یک راه مطمئن دارد. It seemed like he was going to have another brush with the law. He didn't pay his taxes. Who would have expected that he would? And then he would eventually get off scot-free and bribe the jurors if necessary, which is what he did. زمان محاکمه افراد کاپون دست شکار را باز کرده و می‌خواستند به اعضای هیئت منصفه رشوه بدهند. یک روش قدیمی مافیا که قبلا هم مؤثر بوده است، اما این بار نه. در آخرین لحظه قاضی نشان می‌دهد که این بار قانون یک قدم جلوتر است. The authorities realized that he probably would try to bribe the jurors or threaten them in some way so they wouldn't convict him. So they brought in, to everybody's surprise at the last minute, another jury who couldn't have been tampered with. کاپون راه فراری نداشت، اما چیزی هم به ذهنش نمی رسید. او به دلیل فرار از پرداخت مالیات به 11 سال زندان محکوم شد. Nobody got 11 years for income tax violation. That kind of case would have resulted in 18 months or something. But they gave him 11 years. He was stunned. His lawyers were stunned. Everybody was stunned. It didn't seem possible that one could be jailed for such a, quote, minor offense. Of course, the government wanted to make an example of Capone. الکاپون فردی که زمانی یک شهردار را در ملأ عام کتک زده بود اکنون می‌دید که در انظار عمومی توسط قانون محکوم شده است و اوضاع برای کاپون بدتر و بدتر می شود، چون متوجه شد وقتی همه چهره کسی را بشناسند دوران زندان به راحتی سپری نمی شود. در 24 اکتبر سال 1931 الکاپون یکی از مشهورترین اعضای مافیای جهان به خاطر عدم پرداخت مالیات به زندان می‌افتد.
They didn't get him for any of his gunplay, for any of his murders, for any of his racketeering. They got him on income tax evasion, something he had never anticipated. سقوط کاپون به تیتر اصلی اخبار سراسر جهان تبدیل می شود. به نظر می رسد دولت آمریکا به جرائم سازمان یافته یک ضربه اساسی زده است. اما در واقع کاپون برای گنگسترهای مانند لاکی لوچیانو یک پوشش و استتار ایجاد کرده است. دور از چشم مردم و رسانه ها، یک سازمان سری جدید و بسیار مؤثر از اعضای مافیا در حال شکل گرفتن است. و آنها از اینکه کاپون ساکت شده و کاری از دستش بر نمی آید خوشحالند. Other gangsters rejoiced that Capone was now no longer at large. On the other hand, they were afraid that the same thing could happen to them. Gangsters learned to avoid publicity from Capone because they saw where it got him. They realized it made him a target for federal investigations that eventually put him in jail. بیرون از زندان، لاکی لوچیانو مطمئن است که تبلیغات منفی در مورد خشونت تبهکاران هرگز به کارشان آسیبی نمیزند. هنگامی که لوچیانو کنترل مافیای نیویورک را به دست گرفت، این کار را نه با دستور کشتار دست جمعی بلکه فقط با دو حرکت استراتژیک انجام داد. نخست او پدرخوانده خود جو ماسریا را قربانی کرد و همکار کلاهبردار ماسریا سالواتور ماراتزانو نفر بعدی بود. لوچیانو در حال حاضر قوی ترین عضو مافیای نیویورک است. او به زودی کمیسیون یعنی هیئت مدیره مافیا را هدایت خواهد کرد و عصر جدیدی از همکاری و ثروت برای چیزی که به مافیای آمریکا تبدیل می شود را شکل خواهد داد. در حالی که کاپون با کشتار روز ولنتاینش شکست خورد، لاکی لوچیانو تنها با مرگ 2 نفر به همه چیز رسید. کاپون پشت میله های زندان است، در حالی که امپراتوریش نابود شده و شهرتش برباد رفته است. در حال حاضر دولت قصد دارد از کاپون برای اهداف تبلیغاتی خود استفاده کند. آنها مشهورترین گنگستر آمریکا را به زندانی جدید منتقل می کنند که به قلعه آلکاتراز معروف است. President Hoover said to the warden, if you want the world to know what a horrible place Alcatraz is, transfer Al Capone out there. And that is exactly what they did. He was in a 6-foot by 10-foot cell. And they put him on the outside where he could look across the bay at San Francisco. For people to come to visit him, they had to get on a ferry boat and go across the water. کاپون دیگر آن مرد ترسناک همیشگی نبود. او برای نخستین بار در زندگیش سعی می‌کند کمتر دیده شود. When Al Capone was in Alcatraz, it was humiliating in part because other prisoners were not afraid of him. He was given a very derogatory term, the wop with the mop, because he was often seen mopping. کاپون با خبر می شود که در حال حاضر شهرتش برای مجرمانی که می خواهند آوازه‌ای به دست آورند به یک دستاویز تبدیل شده و یکی از آنها جیمی لوکاس عضو باند خلافکاران به نام گاوچران‌های تگزاس بود. سقوط کاپون کامل شده است. زندگی او در کانون توجه نتیجه تلختری را به همراه دارد. در دوران حبس پزشکان متوجه می شوند که احتمالاً نباید کاپون را به خاطر تمام رفتارهای بی‌پروایش سرزنش کنند. Al Capone suffered from syphilis. He acquired it from prostitutes as a young man in Brooklyn, didn't realize that he had it, and it explains a lot about his behavior and his temperamental outbursts throughout his life.
As he got older, it also shattered his health because there was no cure for it at the time. در سال 1939 کاپون به توصیه پزشکان از زندان آزاد می شود. تا آن زمان بیماری سفلیس به مغزش گسترش پیدا کرده بود و به همین دلیل آل کاپون از لحاظ ذهنی همچون یک کودک 12 ساله بود. The family had a big party for him in Chicago when he got released. And my mother said that Al was there, but he would come up to her and say, "Who are you?" And then he would go over to his own sister and say, "Who are you?" آل کاپون بقیه عمرش را در عمارتی در فلوریدا در انزوای کامل به سر برد. او گنگستری بدون دار و دسته محسوب می شد. در 18 ژانویه 1947 مدت کوتاهی بعد از جشن تولد 48 سالگیش آل کاپون دچار یک سکته مغزی شدید می شود و به کما می رود. دقیقاً در همان زمان بزرگترین رؤسای مافیای آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا یکدیگر را ملاقات کرده و در مورد آینده گروهشان برنامه ریزی می کردند. آینده‌ای بدون آل کاپون، آینده‌ای که با ریاست جدید لاکی لوچیانو هدایت می شود. He wanted the American mafia to be a mirror of American capitalism, to cash in on anything that worked with capitalism. And he wasn't going to be restricted. This was a new era. And he was going to modernize the mob. And that is exactly what he did. کاپون چند روز بعد از سکته مغزی از دنیا می رود. دوران گنگستر معروف به سر رسیده است و نسل جدیدی از خلافکاران متولد می شوند. در حال حاضر گنگسترها برای ایجاد یک جامعه مخفی و سری که تا نسلها بر جرم و جنایت تسلط داشته باشد با هم کار می کنند. آنها این جامعه را لا کوزا نوسترا یا دارایی ما می نامند. دنیا این جامعه را با نام دیگری می شناسد: مافیای آمریکا. اساس این سازمان توسط آل کاپون پایه‌گذاری شده است، اما مشارکت او در این کار محتاطانه و با سیاست صورت نگرفت. اشتباهات آشکار و روش‌های خشونت‌آمیز او به اعضای مافیا آموخت که چگونه رفتار کنند. درست است که پایان کارش با فاجعه به پایان رسید، اما تا به امروز نام آل کاپون به عنوان مشهورترین نام و دشمن شماره یک ملت در تاریخ مافیا